سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه با من. امروز قراره که با هم خمیر چینی یا خمیر گلسازی درست کنیم. بزن که بریم. وسایل لازم: یه ظرف، پودر نشاسته ذرت، حسب چوب، آب لیمو و یه قاشق. اول یکم نشاسته ذرت داخل ظرف میریزیم به اندازه‌ای که میخوایم خمیر درست کنیم. پیشنهاد من اینه که کم بریزید اول، که اگر مرحله یا اشتباه رفتید و خراب شد نشاستون اسراف نشه. بعد یه مقداری بهش چسب چوب اضافه میکنیم تا حدی که مواد خودشو بگیره. مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم و یه خورده بهش آب لیمو اضافه میکنیم. برای ورز دادنش اول دستامون رو با وازلین خوب چرب میکنیم که خمیر به دست نچسبه. بعد اینکه خوب ورزش دادید خمیر شما آماده است. فقط چند تا نکته داره که داخل کپشن برات نوشتم. اینم از بافت خمیرمون. از این خمیر میتونید برای درست کردن انواع مجسمه ها، پیکسل، جا کلیدی و هر چیزی که میخواید استفاده کنید. و اگر حرفه‌ای بشید میتونید ازش کسب درآمد کنید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه با من، خدافظ.